روسال شرکتی سرمایه‌دار روس الگ دریپس که از اجرای یک طرح دیگری از تاجیکستان دست کشیده است. سال 2015 شرکت روسال گلوبال منیجمنت، یک شرکت مربوط به روسال، با کارخانه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در تاجیکستان عهد بست که در کشور کارخانه بسته‌بندی ماشین‌های پرتو جمع‌کنی گاز بنیاد می‌کند. برای بنیاد این کارخانه قرار بود روسال گلوبال منیجمنت 3 میلیون دلار اختصاص بدهد. علی مراد اسلامزاده، رئیس کارخانه دولتی منزل و کمونالی، روز 12 فوریه گفت روسال برای بنیاد این کارخانه سرمایه‌گذاری نکرد و بر عوض پیشنهاد کرد که تاجیکستان از شرکت گاز ماشین‌های پرتوکشی و کمونالی بخرد. او افزود: ما چند مرتبه در پالات سودای روسیه در تاجیکستان با نمایندگان روسال واخوردیم، تا جای به سازش رسیده بودیم که در تاجیکستان کارخانه وصل و نصب ماشین‌های پرتوکشی ساخته شود، اما آنها به جای ساختمان کارخانه به ما پیشنهاد کردند که ماشین‌های تیار را از روسیه بخریم. ضمناً بار اول نیست که روسال وعده سرمایه‌گذاری و ساختمان کارخانه ها را در تاجیکستان داده به عهدش وفا نکرده است. نمونه دیگری آن سال 2005 رسانه‌ای شد. روسال آن زمان وعده سرمایه‌گذاری نیروگاه راغون و ساختمان یک کارخانه استحصال آلومینی در تاجیکستان را داده بود، اما روسال سرمایه‌گذاری و ساختمان نیروگاه راغون را آغاز نکرد و در نتیجه تاجیکستان به طور یکجانبه از سازشنامه سرمایه‌گذاری با روسال دست کشید. از دفتر مطبوعات شرکت روسال روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند آموزش‌های آنها ثابت کرد که طلبات بازار تاجیکستان به ماشین‌های پرتوکشی زیاد نیست و سرمایه‌گذاری در یک ساختمان کارخانه وصل و نصب چنین ماشین‌ها در تاجیکستان سودآور نیست. اما کارشناسان میگویند سبب خودداری روسال از سرمایه‌گذاری در تاجیکستان دیگر است. یوری کروپنوف، اقتصاددان روس که چند سال قبل سرمایه‌گذاران روس را برای سرمایه‌گذاری به تاجیکستان تشویق می‌کرد، میگوید سرمایه‌گذاران در پهنای شوروی می‌خواهند مبلغ صرف نکرده پول بسیار به دست آورند. از این رو همکاری‌ها میان بخش خصوصی در منطقه دچار بنبست گشته است. روسیه کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان را منطقه زیر نفوذ خود می‌شمارد. هرچند در عرصه حربی و نظامی موقع روسیه قوی است، اما مال و محصولاتش نفوذ خود را در بازارها از دست می‌دهند. تاجیکستان حالا هنگام خرید مال و محصولات از فرمول باصفت و ارزانتر کار می‌گیرد و در خرید مال و محصولات مورد نیازش خود را تنها با محصولات روسیه محدود نمی‌کند.